درود بینندگان عزیز، سوالات تاجیکستان و جهان را سودی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. من شالای گلخوجه هستم و نخست توجه نمایید به سرخط موضوع برنامه امروز 7 ایول. پروازهای چارتری از شهرهای روسیه به تاجیکستان ادامه دارد. هم شکایت و هم تعریف شهروندان زیاد است. کارشناسان توجیک در قبول قانون مجازات برای بین‌قوبی و خبر نادرست و کلون گپدرو را عیبدار میکنند. Таджикский парламент, по крайней мере, последние два созыва. پارلمان تاجیکستان حداقل در دو دعوت اخیر پرره کیسگی است و هر چیزی که فرمایشگر میخواهد آنها قبول میکنند. و تکثیرانی آخرین منبع درآمد. برخی رانندگان دوشنبه میگویند پاندمیای کرونا ویروس شغلشان را در وطن از آنها گرفت. شکرانه خدا هست. خیلی کار رنگی پیشتره نیست مقصد. اوضاع کمتر شده گرفت. قرار است امروز هواپیمای شرکت توجیک ایر توجیکانی درمانده در یکاترینبورگ را به دوشنبه انتقال بدهد. شروع از 25 میلیون توسط هواپیماهای چارتری از شهرهای مختلف روسیه صدها مهاجران توجیک به وطن آورده شدند. دیروز از سنت پترزبورگ شرکت سومون ایر به دوشنبه پرواز نمود. یکی از مسافران داخل هواپیما نوار فرستاد که در آن دیده می شود اکثریت زنان و کودکان و افراد بیمار و پیرانسال هستند. این در حالی است که بعضی از مهاجران ترتیب بازگردانی شهروندان را به وطن تنقید میکنند. روز گذشته سفیر تاجیکستان در روسیه ضمن صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت توسط این پروازها قشر آسیب‌پذیر به تاجیکستان رسانیده میشوند. سفیر همچنین از شهروندان دعوت کرد خود را طریق پشت الکترونی نامنویس کنند. پیشتر نمایندگی تاجیکستان اعلام کرده بود که نامنویسی مستقیم را قطع نموده است، اما با این وجود امروز نیز نزد بینای سفارت در مسکو پر ازدحام بوده است. با وجود دعوت سازمان‌های بین‌المللی حقوق خبرنگاران، رئیس جمهوری تاجیکستان هفته گذشته رضایت داد که برای نشر اخبار نادرست درباره کرونا ویروس ساکنان و خبرنگاران و رسانه‌ها را جریمه بندند. منظور از اخبار غلط چیست و آن را چگونه معین می‌کنند هنوز معلوم نیست، اما به قول همصحبتان همکاران ما از تلویزیون نستایش وریمیا این قانون یقیناً برای بستن دهان هاست. تغییرات به قانون برای بین‌قابی و اخبار غلط بدون بررسی عموم و با نظرگیری افکار جامعه از طرف پرزیدنت تاجیکستان امضا شد. صرف نظر از دعوت و تنقیدهای جامعه شهروندی و سازمانهای بین‌المللی که این طرح را بهانه برای تعقیب فعالان و روزنامه‌نگاران مستقل نامیدند، قانون قبول شد. بنابر تغییراتی که به کدکس حقوق ویرانکنی مأموری وارد شد و رئیس جمهور از آن پشتیبانی کرد، برای پخش اخبار غلط درباره کرونا ویروس از 580 سامانی تا 11600 سامانی جریمه تعیین شده است. نوردین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان بر این باور است که عباره اخبار ناصحیح در قانون امکان می‌دهد هر خبرنگاری که با استفاده از آمار و منبع‌های غیر رسمی درباره کرونا ویروس مطلب می‌نویسد به جوابگری کشیده شود. مقامات اکنون تمامی خبر و گزارش‌ها درباره بیماران و قربانیان کرونا ویروس را زیر نظارت قرار می‌دهند. به اندیشه قرشبایف این تغییرات یک ضربه سخت به آزادی بیان و باز قدم برای بیشتر کردن سنزور است. هنوز تغییرات به قانون به اجرا ندرآمده است، ولی گروه‌های زیر حمایت مقامات معرکه بدنامکنی را به ضد سازمان‌های ژورنالیستی و دیگر فعالان به راه ماندند. گپ سر این است که این همه طرح‌ریزی شده است و در راستای انتخابات پرزیدنتی به محدود کردن آزادی بیان روانه شده است. تحلیلگر عبدالملک قادیروف میگوید این بار اول نیست که مقامات کشور خلاف پیشنهاد و اندیشه های جامعه قانون قبول میکنند و پرزیدنت هم به آن رضایت میدهد. به گفته وی پارلمان به حکومت فعلی پرره وابسته است و تمام تغییرات و اضافه هایی که از بالا به قانون وارد می شود بدون محاکمه قبول می کنند. قانون ها هم به گفته این تحلیلگر برای منصبداران قبول می شود، نه به منفعت مردم عادی. Таджикский парламент, по крайней мере, последние два созыва. پارلمان تاجیکستان حداقل در دو دعوت اخیر پرره کیسگی است و هر چیزی که فرمایشگر میخواهد آنها قبول میکنند.
پس از بستن حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی در پارلمان دیگر بحث و مناظره سر قبول قانون صورت نمیگیرد و انتظار هم نباید بود. وکیلان این تنقیدها را قبول ندارند و ادعا میکنند که تمام قانونهای قبول کرده پارلمان برای مردم روانه شدند. با گفته عبدالحلیم غفاروف، قانون درباره پهن کردن اخبار بر دروغ یگان کمبودی ندارد و بنابراین بدون بحث و محاکمه در پارلمان قبول شد. شخصی که مثلا نادرست انفارماسیا میتید، نادرست اخبارات میتید، باید جواب کرد. باید اگر درست باشد او را به جواب کشیدن، باید همون شخص ژورنالیست به جوابگری کشیده باید جواب کرد. در برابر تغییرات عاید به اخبار ناصحیح، پرزیدنت همچنین به چندین طرح دیگری بحث برانگیز امضا کرد. امام علی رحمان همچنین رضایت داد که ساکنان را برای نداشتن نقاب طبی جریمه کنند و برای پهن کردن بیماری‌های خوفناک سرایتی جزا دهند. طبق این تغییرات برای نداشتن نقاب طبی از 116 تا 290 سامانی جریمه می‌بندند. پهن کردن بیماری‌های خوفناک سرایتی اکنون از 2 تا 5 سال و در صورت تکرار از 5 تا 10 سال حبس را در پی دارد. اما در قانون مشخص نشده است که پهن کننده بیماری سرایتی چگونه معین کرده می شود. قانونی جزا برای بی‌نقابی و اخبار ناصحیح در روزهای نزدیک بعد نشر در نشریه‌های دولتی مورد اجرا قرار خواهد گرفت. بینندگان عزیز، اگر شما همین حالو به پخش مستقیم ما پیوست شدید، خاطررسان میکنم که تا این لحظه درباره پروازهای چارتری از روسیه به تاجیکستان معلومات دادیم و هم از آن گفتیم که وکیلان توجیک قبل از رفتن به تعطیل تابستان قانون خطرزا برای وسایط اخباری عموم را قبول کردند. حالا توجه کنید به یک آگهی و بعد آن برنامه را ادامه میدهیم. با ما بمانید. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. مقامات آمریکا تصمیم گرفتند موقتا حضور یک گروه از دانشجویان خارجی در این کشور را محدود کنند. آنها باید ایالات متحده آمریکا را ترک نمایند. محدودیت بنابر پاندمی کرونا ویروس راه اندازی شده است و میتواند هزاران دانش آموز را فرا بگیرد. بعضی از تحلیلگران میگویند بنابر آنکه مرزی اکثر کشورها بسته است، بازگشت دانشجویان به وطنهایشان مشکل خواهد بود. ادامه موضوع در گزارش اسکندری خوجه میرزاده. به زودی دانشجویان خارجی که در دانشگاه‌های ایالات متحده آمریکا آنلاین یا خود تنها توسط اینترنت تعلیم می‌گیرند، مجبور خواهند شد که این کشور را ترک کنند. یک عده دانشگاه‌های معروف ایالات متحده آمریکا و از جمله دانشگاه هاروارد اعلان کردند که در سال خانشی 2020-2021 جریان تعلیم را تنها در شکل آنلاین پیش خواهند برد. روز دوشنبه اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده آمریکا گفت آن دانشجویانی که تنها آنلاین تعلیم می‌گیرند باید کشور را ترک کنند. به قبل همین منبع خواهشمندان می توانند با مشورت شخصی به دانشگاه‌های دیگر گذشته تحصیل را در شکل به اصطلاح کلاسیکی ادامه دهند. اداره مهاجرت و گمرک هشدار داده است دانشجویانی که این دستور را اجرا نمی‌کنند احتمال از ایالات متحده آمریکا اخراج خواهند شد. تا حال معلوم نیست که این اقدام به چه مقداری از دانشجویان خارجی مقیم ایالات متحده آمریکا تأثیر خواهد داشت. خاطر نشان شده است که این دستور به دانشجویانی که در درس‌ها شخصاً حضور دارند تأثیر نخواهد داشت. دانشجویان خارجی که اکثراً تحصیل را پره از جیب خود پرداخت می‌کنند، یکی از منبع‌های مهم درآمد دانشگاه‌های ایالات متحده آمریکا میباشد. دستور در مورد ویزای استودنتی تصمیم نوبتی مأموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ است که هدف آن محدود نمودن مهاجرت قانونی و غیر قانونی در دوره سرایت سراسری کرونا ویروس می باشد. ماه گذشته حکومت ایالات متحده آمریکا تقدیم روادید یا خود ویزای کاری به نمایندگان یک عده اختصاص‌ها را متوقف کرد و ابراز داشت که آنها در حال رقابت با شهروندان ایالات متحده آمریکا قرار دارند. همین گونه حکومت ایالات متحده آمریکا با اشاره به نگرانی‌های بهداشتی قبول پناهندگان در مرز با مکزیک را متوقف کرده است.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. برنامه را ادامه میدهیم. ماهای اخیر تعداد هرچی بیشتری ساکنان در دوشنبه برای پیشبرد زندگی تاکسی رانی را انتخاب میکنند. در گذشته در پایتخت تاجیکستان تاکسی های معروف به 3 سومانی فعال بود که مشتریان را از یک گوشه به گوشه دیگری شهر میرساند. بعدا شهرداری به خاطر تنبه نشدن ماشین ها در راههای مرکزی حرکت تاکسی های 3 سومانی را منع کرد. رادیو صوفی میگوید ظاهرا حالا با افزودن تاکسی ها مشکلات تنبه شوی و صدمه های نقلیاتی در راه دوباره رو زده است. در زمان بحران پاندمیای کرونا ویروس خدمات تاکسی یگانه جای کار برای مهاجران مهنتی در وطن درمانده و ساکنان بیکار در شهر دوشنبه شده است. همین است که شماره ماشین ها با سیمای نیمه زرد و نیمه سفید تاکسی همه روزه بیشتر می شود. پیشتر من در مهاجرت بودم، در روسیه بودم، سودا میکردم مغازین. نو подработка کردیم. رقابت ها برای پیدا کردن مسافران برای راننده های تاکسی سخت‌تر گشته است. پس از آنکه آشخانه عزیز ناصیروف یک ساکن 32 ساله شهر را بستند، برای کار ماشین را اجاره گرفت و کار را در یک شرکت خدمات تاکسی آغاز کرد. حالا نمیداند که آینده کار در تاکسی چی می شود، اما فعلا منبع اصلی پیشبردی روزگارش است. شکرانه خدا است. خیلی کار رنگی پیشتر نیست مقصد. از کمتر شده اگه ما دام خیلی نمیدونم دیگر رو. راننده های عادی میگویند افزایش شماره تاکسی ها خطر تنبه‌شوی در راه‌های شهر و قاعده ویرانکنی را زیاد کرده است. با قول راننده ها اکثریت تاکسی ها به مثلی که همیشه سراسیمه رانندگی میکنند و قاعده ویرانکنی از طرف آنها زیاد به مشاهده میرسد. حتی از راننده های تاکسی به صفت راننده های مسافرکشان خردی تنگم سابق نام میبرند که چند سال پیش از شهر آن ماشین ها را بیرون کردند. سرسیمه کلین من میخوام برای قبیله پامی خدام بیچاره حقیقتا روز خطرناک برای دیگران خانشی حقیقتا روز خیلی خطرناک است. بسیار خونگی است، بسیار خونگی هستند. خونگیش پامیق نمیتونه. آن خونگیش بسیار خیلی روزی. حالا در شهر دوشنبه رسما 11 شرکت خدمات تاکسی فعال است که بیشتر از 2250 ماشین سبکرو را در اختیار دارند. با قول مقامات شهرداری دوشنبه همه روزه 35% این ماشین ها برای کار در پایتخت اجازه داده می شوند که تقریبا به 850 عدد برابر است. اما افراد نزدیک به این شرکت ها میگویند که شماره ماشین های در اختیار شرکت های خدمات تاکسی بوده به مراتب زیاد است و این شرکت ها مخصوص آمار تعداد ماشین هایشان را کم نشان میدهند. روز دوشنبه خبرگزاری اینترفاکس با تکیه به وزارت تندرستی تاجیکستان نوشت که در 24 ساعت گذشته 49 نفر دیگر در این کشور گرفتاری کرونا ویروس شدند و شماره عمومی مبتلایان این ویروس یا خود بیماری کووید 19 به 6262 نفر برابر گشت. بیماری کووید 19 تا این دم در تاجیکستان حیات 53 نفر را از بین برده است. نزدیک 5000 نفر شفا یافتند. حکومت تاجیکستان 30 اپریل اولین بار تصدیق کرد که در کشور ویروس کووید 19 وجود دارد. با یک خبر دیگر نزدیک 60 خانه ساکنان 4 دهه در جماعت شیرین چشمه نویه توجیک‌آباد در زمین لرزه نصف روزی 4 ایول آسیب دیده است. پژوهشگاه‌های زلزله شناسی جهان خبر داده بودند که مرکز زمین لرزه 50 کیلومتر دورتر از منطقه رشت بوده. نیروی آن در مرکزش 5 و در شهر دوشنبه 3 درجه ریختر را تشکیل داده است. مقامات نویه رشت روز 6 ایول به رادیو آزادی گفتند که حالا ضرری رسیده از زمین لرزه را حساب دارند. ضرر بیشتر به ساکنان 4 دهه جماعت شیرین چشمه توجیک‌آباد رسیده است. مقامات میگویند پس از حساب پوره ضرر به ساکنان کمک رسانیده می شود. این مطلب آخرین برنامه امروز بود. سپاس که تو این دقیقه ها ما رو همراهی کردید. بینندگان عزیز، تا صحبت بعدی می توانید راحت از وبسایت رادیو آزادی استفاده برید و چون همیشه نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال مستقیم ما در یوتیوب گذاشته می شود. فراموش نکنید که فردا صبح بر وقت من شما رو در نوید بامدادی منتظرم. تا فردا خود را احتیاط کنید.